إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای فرستاده خدا، چه کسی سزاوارتر است که با او به نیکی رفتار کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مادرت. آن شخص پرسید: دیگر چه کسی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مادرت. آن شخص برای بار سوم پرسید: دیگر چه کسی؟ باز هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مادرت. آن شخص برای بار چهارم پرسید: دیگر چه کسی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پدرت. حبیبی حبیبی